سلام، خیلی خوش اومدید به کانال لسن اسکریپت. در این قسمت میخوام در رابطه با ایجاد پیغام صحبت بکنم. توی جلسات قبلی تو آموزش‌های مختلف ازش استفاده کردم، ولی خیلی‌ها متوجه نشده بودن و توی کانال تلگرام خیلی ازم سوال کردن. بنابراین تصمیم گرفتم یه ویدیو جداگونه در رابطه با ایجاد پیغام براتون درست بکنم. وقتی که میخوایم یک پیغام ایجاد بکنیم، منظورمون اینه که وقتی که مثلا یک اتفاقی توی بازی میفته، یه پیام گیم آور، یک پیام مثلا گل، یه هر چیزی برای ما نمایش داده بشه و میخوایم با اتفاق افتادن یک رخداد با یک موضوعی اون نمایش داده بشه و وقتی هم که پرچمو میزنیم نشون داده نشه. ببین الان هیچ چیز تو تصویر نیست. یه شکلک داریم، یه اسپرایت گربه داریم، یه دونه توپ داریم. زمانی که گربه میخواد برخورد بکنه به این توپ، میخوایم اون پیغام گیم آور نمایش داده بشه. ببینیم با هم. خب زمانی هم که من گربه رو مجدد هر جا بذارم و اینو بزنم، ببین که دوباره پیغام میره. چیزی که الان ما نیاز داریم اینه که خب این گربه ما اول باید حرکت بکنه. اول پرچمو میارم، میرم توی قسمت حرکت کن. خب اینجا نیاز داریم که یه دونه برای همیشه بذاریم که این گربه همیشه حرکت بکنه. می‌بینید که الان 10 گام به سمت جلو داره حرکت میکنه. و یه دونه تشخیص میخوایم که نوشته خوردی به فلان. میخوایم به چی بخوره؟ خب میخوایم به توپ بخوره دیگه. میریم اینجا یه دونه توپ میاریم، روی این بالا رو قسمت حالت ها میزنیم، رنگ مورد علاقمون رو انتخاب میکنیم، دوباره میریم مجدد وارد قسمت کد ها میشیم، اینو میذاریمش اینجا. این شکلک قراره به این برخورد کنه دیگه. خب پس اینجا روی این میذاریمش روی گزینه بال. حالا اینو باید توی یک دستور شرطی بزنیم. تو قسمت کنترل میریم و میگیم اگر رو میاریم، اگر آنگاه، اینو میذاریم داخلش اینجا. حالا زمانی که این اتفاق میفته باید چه اتفاقی بیفته؟ باید اون پیغام ارسال بشه. پس اینجا یه دونه داریم که میگه وقتی پیغام یک را دریافت کردم که بالاش انحنا داره، پس نمیتونیم از این استفاده کنیم. میایم اینجا اینو استفاده میکنیم. پخش سراسری روی پیام جدید میزنیم، مثلا میزنیم بازی تمام شد اسمشه، یا میتونیم همون انگلیسی بنویسیم گیم آور، مهم نیست. این یه اسمی است که تعریف کردیم برای اون پیام، میذاریمش اینجا. خب الان وقتی که بره بخوره هیچ اتفاقی نمیفته. چرا؟ چون ما اینو الان فرستادیم، این پیغام رو ایجاد کردیم، ولی یک جای دیگه باید بریم دریافتش کنیم. برای اینکه پیغام رو دریافت کنیم باید روی این قسمت بزنیم، روی قسمت اسپرایت ها نقاشی رو بزنیم. این صفحه که برای ما باز میشه، اینجا روی این دکمه، روی این قسمت تی میزنیم، کلیک میکنیم، هر چی که دلتون میخواد مینویسید. مثلا مینویسم گیم آور. حالا یک کلیک روی صفحه، روی خودش که بزنید، میتونید اینجوری بزرگش بکنید. اگر دیدین نشد، با این کلیک کنین و دوباره روی اون حروفتون بزنید و اینجا بزرگش بکنید. حالا دوباره وارد قسمت خود شکلکه، خود این گیم آور میشم، یعنی کلیک میکنید میاد روی این قسمت. حالا اینجا این پرچمو میارم و توی قسمت ظاهر میرم، یه دونه ظاهر شو، یه دونه پنهان شو اضافه میکنم و میرم توی قسمت رویدادها و اینجا این رو اضافه میکنم. خب میگم وقتی که من پرچم رو کلیک میکنم شما باید پنهان بشی. ببینیم، آها الان پنهان شد. زمانی که گیم آور رو دریافت کردی ظاهر شو. الان ببینیم به همین سادگی. پس اینجا پیغام توی این گربه، توی این اسپرایت اول، کدی که نوشتیم اینه که وقتی رفتی به اون توپ برخورد کردی، این پیغام رو ارسال کن و میریم توی اون پیغام میگیم وقتی که دریافتش کردی ظاهر شو و وقتی پرچم زده میشه تو باید پنهان باشی. پس در حالت فعلی دیده نمیشه. و اگه دوست دارید که این کد رو داشته باشید و ازش استفاده بکنید، توی کانال تلگرام که توی دیسکریپشن براتون میذارم ازش استفاده بکنید. مرسی که تا این لحظه با من همراه بودید. تا قسمت بعدی، خدا نگهدار.